خب توجه بفرمایید دوستان، درس اولی که در هر زبان باید آموزش ببینیم حروف الفبای اون زبان هست. بنابراین دقت بفرمایید که تلفظ حروف الفبا رو خوب آموزش بدید به فرزندانتون و همینطور برای خودتون هم. طبیعتا در ابتدا باید به راحتی قابل درک و قابل تکرار باشه. خب خواهش می‌کنم به دنبال من تکرار بفرمایید. ا ب س د ا. دقت بفرمایید حرف ا در زبان فرانسه به صورت ا، یعنی با قنچه کردن لب بین ا و او تلفظ میشه. ا اف ژ. اش. حرف جی در جی انگلیسی ژ و حرف اچ انگلیسی اش تلفظ میشه. حرف آی رو در فرانسوی ای میخونن. ای. ژی. حرف جی انگلیسی رو دوستان فرانسوی ها ژی تلفظ میکنن. ک ال ام ان او پی کو ار. حرف آر رو به صورت ار تلفظ میکنن. ار اس تی او. دقت بفرمایید حرف او رو به صورت کشیده با قنچه کردن لب و بین در واقع ای و او تلفظ میکنن. او او. شما سعی کنید تکرار بفرمایید به صورت کشیده. در ابتدا ممکنه تلفظش یه مقداری مشکل باشه، ولی اگه به صورت کشیده تلفظ کنید خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. او. و. حرف وی رو و میخونن و حرف دبلیو دبلو. دبلو یعنی دوتا و. دبلو ایکس ایگرگ. حرف وای رو ایگرگ تلفظ میکنن. ایگرگ زد. خب یک بار دیگه من همه رو تلفظ میکنم، شما خواهش میکنم تکرار بفرمایید. ا ب س د ا اف ژ اش ای جی کا ال ام ان او پی کو ار اس تی او او و دبلو ایکس ایگرگ زد. خب اما یک سری تلفظ ها، یک سری در واقع قواعد تلفظ وجود داره، یک سری ترکیبات در زبان فرانسه که از همین حروف ساخته میشه و اینها رو من خدمت شما با مثال توضیح میدم. دقت بفرمایید دوستان، همونطور که مشاهده میفرمایید اولین ترکیب ا و او هست یا همون ای و یوی انگلیسی هست. به صورت او تلفظ میشه دوستان. این ترکیب در زبان فرانسه به صورت او تلفظ میشه، یعنی هر وقت شما ا و او دیدید او تلفظ کنید. مثل کلمه ژون. ژون به معنی در واقع زرد هست. رنگ زرد رو در زبان فرانسوی ژون میگن. ترکیب بعد ای و یوی انگلیسی یا همون ا و او در زبان فرانسوی است که این رو دوستان به صورت ا همونطور که نوشتیم با قنچه کردن لب باید تلفظ بشه. پس و او به صورت تلفظ میشه. این ترکیب رو ما باید بخونیم. همونطور که مثال ها رو مشاهده می‌فرمایید کلمه خوشحال در زبان فرانسه غ هست. غ. حتی ممکنه در دفعات اول خب خیلی بامزه و حتی خنده‌دار هم باشه، ولی واقعا اینجور تلفظ میشه دوستان. حرف اش در زبان فرانسوی همونطور که می‌بینید تلفظ نمیشه. هیچ وقت حرف اش در زبان فرانسوی تلفظ نمیشه. ببینید ما الان اصلا حرف اش یا همون اچ انگلیسی رو نخوندیم. غ و ایکس که در پایان کلمه هستن تلفظ نمیشه. فقط و غ. نه اش تلفظ شد و ایکس و نه ایکس. غ یعنی خوشحال. خواهش میکنم بلافاصله با دیدن همچین تلفظایی تصورتون این نباشه که وای که چقدر سخته و نمیتونم و آره شنیده بودم فرانسوی سخته. نه، خواهش میکنم
همچین تصوراتی رو در ذهن خودتون ایجاد نکنید. ببینید یه سری اتفاقا زبان فرانسوی تلفظاش نسبت به زبان انگلیسی هم آسان‌تره. چرا؟ چون یه سری قواعد داره، اونا رو یاد میگیرید و تموم میشه. همونا رو اگه شما خوب یاد بگیرید تمام کلمات فرانسوی رو راحت میتونید تلفظ کنید. اما ما در زبان انگلیسی مثال عرض میکنم، شما یه جایی میبینید که مثلا او رو آ میخونن، یه جا ا میخونن، یه جا او میخونن. اصلا تلفظها هیچ قاعده ای ندارن در انگلیسی، در صورتی که در زبان فرانسوی قاعده دارن. خب اما ترکیب سوم رو دقت بفرمایید. ترکیب سوم ترکیب، من اول حروف رو به انگلیسی میگم ای ای یو هست. این ترکیب سوم هست در واقع. خب همونطور که مشاهده میفرمایید در واقع حرف ا و او هست که این سه تا حرف رو با هم او تلفظ میکنن. این سه حرف با هم او تلفظ میشه. خب اصلا خود این ترکیب یک کلمه است. او اصخایی میکنم، او خودش همون آب در زبان فرانسوی است. یعنی ما در زبان فرانسوی این سه تا حرف رو کنار هم بنویسیم او میشه به معنی آب. او همون آب هست. یا کلمه یا مثال دیگه که در روبروش نوشتیم بو زیبا هست دوستان. بو زیبا هست. اما ترکیب چهارم او و ای هست. او و ای اینو به صورت اوآ تلفظ میکنن در زبان فرانسوی. خب همونطور که مشاهده میفرمایید مثل voir به معنی دیدن هست. voir به معنی دیدن هست. خب اما ترکیب پنجم ترکیب او و او هست. او و او هست که اینو به صورت او، دقیقاً مثل او تلفظ میکنن. اوی ساده توی فارسی. خب مثال هایی رو آوردیم اینجا. مثال اول پو، دقت کنید، pouvoir. pouvoir یعنی توانستن. pouvoir توانستن. یا مثال دوم couleur. ببینید کو بعد از سی دارید او و او رو میدید که او تلفظ شد کو، و اون ترکیب بعدی که میبینید همون ترکیب دوم هست، یعنی ا و او به صورت تلفظ میشه. couleur. couleur به معنی رنگ هست، همون کالر انگلیسی. خب دوستان من یک بار مثال ها رو از بالا، یعنی از کلمه زرد تا رنگ رو با هم اینا رو تلفظ میکنم همه رو. شما هم خواهش میکنم به دنبال بنده تلفظ بفرمایید. jaune به معنی زرد، jaune. heureux euro. دقیق بفرمایید یورو دوستان اورو تلفظ میشه. در کلمه خوشحال هر دو هستن، غ. اما در کلمه یورو فقط اولی هست، غ. یعنی بعد از اون او همون او تلفظ میشه به صورت مثل فارسی، دقیقا مثل اوی فارسی. غ. پس heureux یعنی خوشحال و euro یعنی یورو. بو زیبا، بو زیبا. voir دیدن هست، voir دیدن. pouvoir توانستن، pouvoir توانستن. couleur رنگ، couleur رنگ هست. خب دقت بفرمایید دوستان، اگر حرف ار به دنبال حرف ت، پ، س یا ف باشه، همونطور که مشاهده میفرمایید، در این صورت حرف ار به صورت خ تلفظ میشه. مثل کلمه اتر. اتر در واقع فعل بودن هست. یا مثال دوم prendre. prendre. چرا میگیم prendre؟ دقت بفرمایید چون بعد از ار خ حرف ار، بعد از پ حرف ار اومده که خ تلفظ میشه و او هم که در اینجا او تلفظ میشه. prendre. prendre. شما خواهش میکنم به دنبال بنده تلفظ بفرمایید. در ابتدا برای اینکه تلفظها خوب براتون جا بیفته باید خیلی کند، خیلی آهسته تلفظ کنید. prendre. prendre یعنی گرفتن. اگر همونطور که مشاهده می‌فرمایید اینجا در واقع حرف ار به دنبال ک اومده، صدای ک اومده، در واقع حرف س اینجا خب ک تلفظ میشه دیگه و اینجا باید ار رو خ خوند. در کلمه اعتقاد داشتن croire. croire. دقت بفرمایید
خواغ. اینجا او ای هم که همون او تلفظ میشه، پس میشه خواغ. خواغ اعتقاد داشتن. و در کلمه برادر فقه، ببینید حرف اق به دنبال ف اومده. پس اق اگر به دنبال ت، پس، ک یا ف بیاد به صورت خ تلفظ میشه دوستان، به صورت خ. اما سی اش یا همون سی اچ انگلیسی همیشه ش تلفظ میشه در زبان فرانسوی، مثل کلمه قدم زدن که میشه مغشه. مغشه. دقت بفرمایید اقی که در پایان هست تلفظ نمیشه. غالبا فعل ها هستن که به اق یا همون در واقع ای آر ختم میشن و در این صورت اق تلفظ نمیشه، پس میشه مغشه. مغشه به معنی قدم زدن هست یا همون مارچ در واقع. خب اما نکته بعدی در مورد ترکیبات an یا am و im و in هستن. در واقع من خب حروف به انگلیسی گفتم. an دقت بفرمایید ان در فرانسوی به صورت اون تلفظ میشه. اون در واقع اویی که به دنبالش ان به صورت دماغی تلفظ میشه یا همون تلفظ نزل. نزل در واقع تلفظ بینی یا دماغی هست. پس از این به بعد با این در واقع اصطلاح هم آشنایی داشته باشید دوستان. تلفظهای نزل یا همون تو دماغی. خب پس میشه مشان. 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 مشون هم اگه تلفظ کنید هیچ مشکلی نداره دوستان. یعنی شما الان نباید اینجور فکر کنید که بله من دقیقاً مثل فرانسوی باید تلفظ کنم. خیر. مشان یا مشان درستش اینه که ان به صورت تو دماغی تلفظ بشه. مشان به معنی بد یا زشت. پس اینجا ا قبل از ان اومده و به صورت اون تلفظ میشه. ا اگه قبل از ان بیاد هم دقیقاً همین اتفاق میفته. شامبر. ببینید در کلمه اتاق ام به دنبال هم هستن، پس میشه شامبر. شامبر به معنی اتاق هست یا همون چمبر در واقع. در کلمه مهم دقت بفرمایید ای ام رو داریم. ای ام دوستان به صورت ام تلفظ میشه، پس اینجوری میشه ام پور تان. دقت بفرمایید باز اینجا تام یعنی ان رو داریم که به صورت همون اون که گفتیم تلفظ میشه و تی که در پایان باشه تلفظ نمیشه. دوستان در زبان فرانسه غالبا ت یا اس اگر حرف آخر کلمه باشن غالبا تلفظ نمیشن، پس ت و اسی که آخر کلمه باشن غالبا تلفظ نمیشن، مثل کلمه مهم یا همون امپورتان. امپورتان مهم. همینطور ای ان رو هم همونطور که مشاهده میفرمایید در کلمه اند میبینیم. ببینید ای ان هم دقیقاً مثل ای ام این در اینجا ای تلفظش هست. اند یعنی به صورت ایند نوشته میشه اما اند تلفظ میشه. اند کشور هند هست. اند. پس یک بار دیگه همه کلمات رو من تلفظ میکنم دوستان. از فعل بودن اتر شما هم خواهش میکنم به دنبال بنده تلفظ کنید. اتر، prendre، croire، frère، marcher، méchant، méchant، chambre، important، important، and. دقت بفرمایید دوستان حرف سی یا همون حرف سه که قسمت پایینش یک علامتی باشه شبیه که معمولا شبیه 5 انگلیسی هست، اینو به صورت سه تلفظ میکنن. هر جا باشه سه تلفظ میشه، مثل کلمه فرانسه. فرانسه در واقع همون فرانسوی هست. فرانسه یعنی فرانسوی. دقت بفرمایید فران یعنی ان که او تلفظ میشه. فران و سی که سه علامت دار یا همون اکساندار هم به صورت سه تلفظ میشه. فرانسه. فرانسه. اس آخر هم که تلفظ نمیشه. گفتیم اس و تی اگر در پایان یک کلمه باشن تلفظ نمیشن. یا کلمه دوم س به معنی این هست. دقت بفرمایید اینجا هم سه و س به معنی این. اما دوتا ال در زبان فرانسوی دوستان یه تلفظ میشه. دوتا ال رو در زبان فرانسوی غالبا همیشه هم به این صورت نیست دوستان، غالبا به صورت یه تلفظ میکنیم، مثل کلمه او غی به معنی گوش. گوش در زبان فرانسوی او غی هست. دقت کنید دوبل ال رو دوبل ال حرفی که دو تا باشه در فرانسوی همیشه میگن دوبل اس، مثلا دو تا اس همون دابل اس.
دوبل ت، دوبل ال، دوبل اف به این صورت. اوغی به معنی گوش هست. خب دوستان عزیز، اینها مهمترین قوانین تلفظ در زبان فرانسوی هستند و با استفاده از همین قواعد شما میتونید قالب کلمات فرانسوی رو بدون هیچ مشکلی تلفظ کنید و دیگه نیازی به واقعا دیکشنری برای تلفظ درست کلمات نخواهید داشت دوستان.